داستان‌های برگرفته کتاب مقدس. آفرینش. خدا کائنات را یک خلق کرد. خدا جهان و تمام موجودات را 6 روی چت خلق کرد. زمین تاریک و خالیت، هیچی در آن شکل نگرفتد و خدای روح به آبها نیز سراود. و خدا دستور داد روشنایی بید و بود. خدا روشنایی را دیست که باز جوانند و آن را رویش نام نهاد. و خدا روشنایی را تاریکی جتا کرد و تاریکی را شب نامهشت. و بری طریق در اولین روی خلقت خدا نور را خلق کرد. در دومین روی خلقت خدا فرمایش کرد که آسمان زمین برسل خلق بید که بود. خدا آسمان را با برزگ آب جتا کردن شجالگ آبها خلق کرد. در سومین روی خدا فرمایش کرد که آب خشکی جتا بید و بود. خشکی را زمین و آبها دریا نامهشت. خدا آنچه را که خلق کرد دیست و خلقت نیکوست. سپس خدا فرمایش کرد انواع گیاهان و درختان بر زمین سراسبز بیند و هما بود و خدا دیست که نیکوند. در چهارمین روی خلق کردن خدا به کلامی خورشید و ماه و استاره خلق کرد که به زمین روشنایی بخشند تا نشانه بید بر روی و شبها و فصلان و سالان. و خدا هر چرا که خلق کرد سیل کرد و گردن باز جوانتند. در پنجمین روی خدا کلامی فرمود و گرد آبزیان و پرندگان خلق کرد و دیست که نیکوند و آوان برکت داد. و در ششمین روی آفرینش خدا فرمایش کرد زمین انواع جانوران پر بید و خدایی درخواست انجام بود. بعضی حیوانان اهلی، بعضی شاوان خزنده و بعضی وحشی هستند و خدا یشه دیست و خوشنود بود. سپس خدا فرمایش کرد انسان را به وتی شبیه خلق کنیم تا برگرد زمین جانوران فرمان روایی کند. آنگاه خدا مرد را شهاکا جور کرد و حیات روح برایی دمست. آیین ناما آدم هشت و خدا باگ پا آدم جور کرد تا برا باگ تا زندگی کند. خدا 2 درخت مخصوص به باگ وسط قرار داد. یکی درخت زندگی و آدگه درخت شناخت نیک و بد. خدا به آدم فرمود تا توانه شگر درختانی میوگن بوره بغیر درخت شناخت نیک و بد. هر وقت شایی بوره تا مره. سپس خدا فرمود خوب نهند که آدم تنها مانید چون حیوانات هم نتوانند همدم مناسب پا آدم بیند. بنابراین خدا آدم را به عمیق انواب فرو برد و یک شایی پهلون کنازرد و شایی جنین زاگا خلق کرد و آیه را به آدم کنک یا ارد. وقتی که آدم آیه را دیست گوشت یه شبیه به منند. آیی ناما جنهشت. چون انسان اگبته بوده و 2 نفر به هم پیوستش. بری خاطرند که مردی انزاگ شووتی پس سوما سجتا و بید و به وطی همسر پیونده بید. و شایی پده 2 تن یک تنه بیند. بدین سان خداوند مرد و جن را به وطی شبیه خلق کرد. و بعد آوان برکت داد و امر کرد باربر بید و زاگ بیارد و زمین را پر کند. و خدا دیست که گرد آیی خلقت نیکوند و شایی که هرچی خلق کرد باز خورسند و راضیت. یه 6مین روی تا اتفاق کبتده. به 7مین روی ها خدا وطی خلق کردن حلاس کرد. خدا 7مین روی برکت داد و آیه را مقدس روی اعلام کرد. چون روی ود که خدا بعد خلقت حلاس کردن آرام گرفت و بری طریقت که جهان و گرد چیز برایی تاها شکل گرفتد. داستانی برگرفته کتاب مقدس کتاب پیدایش فصلهای 1 و 2.